سلام به بینندگان محترم و مسئولین برنامه. سپاسگزارم از اینکه من دعوت کردید. البته خب یه خورده با اکراه بود. به هر حال الان در خدمتتون هست. از کجا حرفمون شروع کنیم؟ هر جا که دوست دارید، فرقی برای من نمیکنه. مجردی؟ خیر بله. یعنی جدا شدی، اصلا ازدواج نکردی؟ خیر اصلا ازدواج نکردم. یعنی تا نزدیکیاش هم نرفتی؟ نه. هیچ. چرا؟ یک موردایی پیش اومده که تا نزدیکاش برم. یکی مورد ناموفقی بوده 40 سال پیش. قرار بود که یک نفر همراه زندگیم بشه که به دلایلی نشد. یعنی یکی الان هست که دلت خیلی میخوادش، نه؟ بله. بله. ایشون آگاهه دیگه، نه؟ یا فقط کاملا دو جانبه آگاهی هر دو. اگرم دلت خواست جواب بده. بله. میگی که مثلا اجمالاً تو از همین جایی که کار میکنی چقدر حقوق میگیری؟ حقوق به اون معنا نیست، ولی درآمدی است در حدود ماهیانه شاید 700 تومان تا 1 میلیون. هیچ کار دیگه کنارش نمیکنی؟ ترجمه کار میکنم. چیکار میکنی؟ ترجمه. کار اصلی من ترجمه است. چی رو ترجمه میکنی؟ از انگلیسی به فارسی هر چیز، مقاله های دانشجویی، کارهای ادبیاتی، تحقیقات اینترنتی اگر کسانی دارن، اینها. بیشتر دانشجوی چه طیفه مثلا فکری و فرقی نمیکنه. یعنی مثلا از پزشکی تا مجسمه سازی ترجمه میکنی؟ همه جور متنی. برای من متن تخصصی وجود نداره. الان غم بزرگ زندگی چیه؟ یا مسئله بزرگ زندگی چیه؟ نمیشه گفت مسئله ای دارم. خب خیلی از آرزوهام رو هرگز نتونستم تحقق ببخشم. اینا غممه. زندگیت سخته الان؟ عاجزی؟ میشه گفت سخت. نه عاجز نیستم ولی سخته. سختی بخشی از زندگیه. کی چه سالهای زندگیت خوب بود؟ کی؟ دوره طلاییش کی بود؟ قبل از 7 سالگی. از 7 به بعد دیگه نقطه عطف نداره؟ نه. وقتی با مردم حرف میزنم به نظر میاد که با موجودی از سیاره دیگری دارن حرف میزنن که خیلی عجیب غریبه. و اگر این کتاب خوندن است که باعث شده من اینطوری بشم، یه خورده عذاب آوره برام. چون لااقل دوستانم نباید از من بترسن. من اژدهای هولناکی نیستم. چند تا کتاب فقط بیشتر خوند. یک کتاب اگه بخوای به بیننده‌های برنامه معرفی کنی چی معرفی میکنی؟ تقریبا دوست دارم که تمام نوجوانان ما سگانه جان کریستوفر، کوه سپید، شهر صبح، برکه آتش رو مطالعه بکنند و زمین انسان‌های اگزوپری و کل کارهای ایشون رو. چون اینها باعث می‌شود دید ما به جهان کاملا تغییر کنه. میخونی هم در خلوتت؟ بله. ترانه منظورم؟ گاهی بله. با آهنگ؟ بله. میخوای بخونی چیزی؟ صدای من الان اونجور نیست که بخواد برای بینندگان جذاب باشه. چی بس به جاش میخونی؟ یه شعری میتونی به جاش معامله کنیم با هم. ترانه نخونی، یه شعر بخونی که تو ذهنت خیلی باید خودت تکرارش کنی. این متن شعر نیست. اگر این داستان زندگی من بود بیگمان هرگز آن را برایت نمیگفتم. گیرم که پیرمردی زمستانهای بیشتری پشت سر نهاده باشد، چندان که این زمستانها بالای او را چون برفی سنگین کمان کنند. از این همه چه حاصل؟ بسیاری بدینسان زیستند و بسی نیز همین بدین گونه خواهند زیست و سرانجام علفی خواهند بود بر کوی. از کتاب گوزن سیاه سخن میگوید، نوشته جان جی نیهارت.